صبح امروز 14 ایون بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک مرزبان 26 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. مقامات تاجیک رسما حادثه و کشته شدن این سرباز را شرح نمی‌دهند، اما منابع رادیو آزادی در اسفره گفتند که مرزبانی کشته شده از ناحیه جیهون میباشد و حالا در سردخانه یکی از بیمارستان‌های اسفره نگهداری می‌شود. این مناقشه در مرز اسفره و بادکند صبح سه‌شنبه 14 ایون رخ داد. خدمات مرزبانی قرقیزستان وضع را متشنج گفته است. بخش قرقیزی رادیو آزادی با تکیه به خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که حادثه تقریبا ساعت 7 صبح امروز در منطقه بولکباشی در روبروی پاسگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. جانب قرقیزستان ادعا کرده است که نخست مرزبانان تاجیک تیراندازی کردند. نظر مقامات تاجیک به این حادثه تاکنون دسترس نیست، ولی قبلا جانب تاجیکستان مرزبانان کشور همسایه را به اغوا انگیزی متهم کرده بود. به اطلاع خدمات مرزبانی قرقیزستان پس از تیراندازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتومیت و مینومیت تیراندازی ادامه کرده است. بخش قرقیزی رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر تیراندازی قطع شده است و نمایندگان مرزبانی دو کشور سبب‌های حادثه را بررسی می‌کنند. دوام 10 روز اخیر این بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت میگیرد. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک دو سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامت گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. سلام علیکم تماشابینان کانال خوجی الله. امروز 14 ایون چخیلی که شما فهمیدید باز در دهه وروغ نورومی شده است. یک سرباز تاجیک وفات کرده است و عین حال در آنجا تعیین است که چی گذشته ایستاده است. خبرهای نو رو انتظار شوید، در کانال ما میبراید.